خب سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان. متاسفانه یک سری از دزدی‌ها الان شایع شده تو جامعهمون. خیلی راحت میان نصف شب در رو باز میکنن و میرن داخل و یه سری وسایل توی پارکینگ و باتری و دوچرخه رو اینا رو خیلی راحت. دزدا یه روشی دارن که خیلی راحت، مخصوصا این آیفون‌های تصویری، چون مدار فرمان دروازکنشون از پشت صفحه گرفته میشه، خیلی راحت میتونن در رو باز کنن. نصف شب شما دارین استراحت میکنین، راحت میان داخل پارکینگتون. یعنی با زدن 2 تا سیم به هم دیگه یک لحظه در رو باز کنن، میتونن در رو باز کنن بیان داخل، شما هیچ خبری ندارین. برای همین سعی کنین حتما روی دستگاه‌های آیفون‌های تصویریتون محافظه قوی بذارین با پیچ‌های بلند، که اگر کسی دزدی کسی چیزی خواست باز کنه، حداقل یه مقدار به زمان بدین که نتونه این کار کنه. با زدن 2 تا سیم به هم دیگه میان در رو باز میکنن و میان داخل. این اطلاع رسانی کردیم که حالا به درد کسی بخوره که بتونه استفاده کنه. ان شاءالله ثوابش هم برسه به روح همه اموات. متشکرم.